یو گایز چطورید بچه ها؟ امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. برای سال نو رو به همگی تبریک میگه. میدونم یکی هم دیر سال نو رو تبریک گفتم، ولی خواستم بهتون بگم امیدوارم تو این سال به هر چی که آرزوتون هست برسید و بتونید موفقیت خودتون رو ببینید. و دیگه همین، بریم سراغ اصل کار بچه ها. امروز اومدم با چند تا تکنیک که شما رو داخل GTA San Andreas سرگرم میکنه. پس بی معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. شماره 1: انگشت کردن مردم به وسیله ماشین یدک‌کش. شما کافیه یه ماشین یدک‌کش بردارید و برید سراغ یکی از NPC ها که سوار ماشینه. بعد اونو به چیز یدک‌کش رو بکنید تو چیه ماشین اونو، یعنی قلاب یدک‌کش رو بزنید به سپر و اونو متصل کنید و اونو به این اسکله ببرید و اینجوری رهاش کنید. بله میدونم یکم عجیبه ولی زیباست، یکم کسخل بازیه ولی خب دیگه همینه، سرگرم کننده است. شماره 2: قطار تراکتوری. شما برای این کارت به چند تا تراکتور نیاز دارید، حالا 10 یا 15 تا، و این تراکتور رو میدید به تراکتور عقبی که براش یعنی وصل میکنید به اون و همین کار رو با 10 تا یا 15 تا تراکتور انجام میدید و این میشه. درد و نفرین. یک قطار از تراکتور میبینید که میتونید برید اونجا دور بزنید، حالا یه جورایی سرگرم کننده است. بزن بریم سراغ بعدی. خب میریم سراغ شماره 3. شماره 3 حرف دل خیلی از پلیراست بچه ها. با این تکنیک یا گلیچ میتونید خار مادر پلیسا رو اونایی که از پلیسا عقده دارن حتما این تکنیک رو انجام بدن. شما اول یه کار میکنید که پلیسا بیان دنبالتون، بعد میرید داخل یه رستوران. وقتی داخل رستوران رفتید از این در برید داخل و پلیسا میان داخل. الان میگی خب که چی؟ نه، شما فقط کافیه یه تیر بزنید. بله میبینید که همه تسلیم شدن و حالا میتونید که پلیسا رو کاملا انگوش کنید، لغ کنید و بکنید. شماره 4: اگه GTA San Andreas بازی کرده باشید دیگه میدونید منطقه 69 کجاست، همون جایی که شایع شده رو آدم فضایی دارن تحقیق میکنن. خب وقتی وارد منطقه 69 شدید بیان به این قسمت، با موتورم باشید، حالا از موتور پیاده شید. بله میبینید که رفتین داخل منطقه 69 یعنی داخل ساختمونش و حالا میتونید منطقه 69 رو بگردید و ببینید که دارن چی تو چیه چیزا میکنن آدم فضایی ها. شماره 5: شما اول داخل شهر یا جاده، البته کامیون داخل جاده است ولی وان تو داخل شهر هم میتونید پیدا کنید. حالا هر کدوم از اینا رو دیدید میتونید برید بپرید بالای این وانت یا حالا کامیون و از پشت بزنید خار مادر NPC رو سرویس کنید و به روی امواتشون صلوات بفرستید. خب برای بچه این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده باشید و کاربردی باشن اینا. و اگه حال کردید لایک، کامنت، ساب یادتون نره وگرنه CJ شب میاد تو خوابتون. دوستتون دارم. خدا نگهدار.